ترکی یاد گرفتن نسبت به دکجا قطعی کی زندگی میکنه دیده آسان یا قین میشود. من آمده برابر قطعی ترکا زندگی کرده بودم. چند سال قطعی ترکا بودم. فقط همین پرسپوس میکردم میگفتم این کلمه چی معنی داره، این چیه، یا هم چرا نمیدونستم یا کی گپ زده است. رس کم یا کلمه شنو میفهمیدم میپرسیدم شه این چیه، این چی معنی داره، تا گم جمله بگی جمعش کرد. ای مردم پرسیده مقصد یاد میگرفتم ده وجه جورا پیدا کرده بودم ایسوسه یاد میدادن خیلی یک نیم ماه وجه جمله سازی رو یاد گرفته بودم. دیگه کلمه رو جمع کرده جمله میکردم ده. اگر بخواین خواهش داشته باشیم مثال نه که بگم خیلی زبان چند قدر یاد میگیرم خیلی دو سه ماه بگم یاد میگیرن ده زبان ترکی خیلی برای که زبانی این جهت به حد آسانه ده. رنگ انگلیسی روسی نوشتگی و خوندنش فرق نمیکنه. مثال کتاب نوشته کتاب میخونه بگن ده کتاب نمیگیشه. رنگ تاجیکی بگن ده این جهت به حد آسانه. ترکیه همسایه ایران که هسته ای فارسی به حد کلمه‌های بسیار گرفتگی نه تنها کلمه گراماتیک هم گرفتگی ده.